سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من شهریارم از کانال پرژن ابراد. توی این ویدیو میخوام راجع به یک موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت کنم که پوله. خیلی مهمه. یه موضوعی که واقعا اهمیت داره توی زندگی. میدونید پول درسته خوشبختی نمیاره، ولی بی پولی احتمال خیلی زیاد بدبختی میاره. واسه همین میخوام راجع به پول صحبت کنم، راجع به اینکه چطوری میشه پولدارتر شد، چطوری به پول و کار میشه فکر کرد به صورتی که بشه ازشون بهترین استفاده رو کرد برای زیاد کردن سرمایه. برای کسایی که حالا منو نمیشناسن، من شهریار رحمانی ام. یه 5-6 سال پیش مهاجرت کردم کانادا از طریق پذیرش تحصیلی، پذیرش فول فاند و اسکولارشیپ گرفتم برای اینکه مستر الکتریکال انجینیرینگ و کامپیوتر ساینس هم اونجا بخونم. بعد از همون یعنی ترم اول تقریبا خیلی علاقه‌مند شدم به بازارهای مالی، فاینانشال مارکت، استاک مارکت و خیلی دوست داشتم که بتونم اکتیولی سرمایه گذاری کنم، ترید کنم تو این بازار. حالا چون دانشجو بودم، حالا درست فاند و اینا میگرفتم، ولی چون دانشجو بودم انقدر کپیتال نداشتم که بتونم مثلا استاک ترید کنم، یعنی سهام ترید کنم. واسه همین با آپشن شروع کردم که خب یه ذره پیچیده‌تره، ولی خب خیلی میشه ازش بهتر پول در آورد، ریترن آن اینوستمنت بالاتری داره. حالا خلاصه آپشن شروع کردم. بعد از یه بازه چند ساله‌ای عملاً تونستم حالا این اکانتمو خیلی گرو کنم تا چند صد هزار تا برسونم. اینوستمنت‌های مختلفی انجام دادم. ریال استیت چند وقت پیش شروع کردم اینوست کردن توی ریال استیت، رنوویت کردن. واسه همین حالا توی بحث ترید کردن، اینوست کردن، حالا چه توی ریال استیت باشه، چه بازارهای مالی باشه، چه بیزینس ران کردن تجربه دارم. الانم سی او هستم، فاوندر هستم توی متا تریدینگ کلاب که تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. یه تریدینگ اند اینوستینگ ادویکیشنال پلتفرمه که در حال حاضر به صورت اکتیولی روش داریم کار میکنیم. حالا خلاصه گفتم یه توضیح بدم برای کسایی که منو نمیشناسن، ولی توی این ویدیو میخوام راجع به پول صحبت کنیم. میخوام راجع به این صحبت بکنیم که چطوری باید به پول و کار کردن فکر کرد. برای توضیح دادنش هم میخوام از یک کتاب خیلی مطرح که بسیار کتابیه که معروفه برای کسایی که میخوان وارد فضای انترپرنورشیپ شن یا همون فضای کارآفرینی شن، بیزنس خودشون رو داشته باشن، اینوست کنن. خیلی کتاب مهمیه و خیلی‌ها میدونم که این کتابو خوندن. اسمش هم هست ریچ داد پور داد، پدر پولدار پدر بی پول، که نویسندش رابرت کیوساکیه. تو این کتاب رابرت کیوساکی میاد داستان زندگی خودش و نحوه کار کردن خودش و اینکه این مسیری که کلا از بچگی گذرون تا حالا سن مثلا 20 سالگیشو میاد توضیح میده و میاد پدر خودشو که توی کتاب از پدر بی پول یاد میکنه ازش با پدر پولدار که پدر دوستش هست با هم مقایسه میکنه. پدر خود رابرت کیوساکی یک آدم بسیار فرهیخته بود، استاد دانشگاه بود، خیلی آدمی بودش که ادوکیتد بود. پدر دوستش به اون صورت سواد دانشگاهی نداشت، ولی آدم خیلی پولداری بود، میلیونر بود، بیزینسمن بود، میدونست پول چطوری کار میکنه، میدونست چطوری باید بیزینس ران کنه و کلا رابرت کیوساکی میاد این دو فرد رو با هم مقایسه میکنه. کلا هم تعریف میکنه که توی زمان بچگیش از پدر دوستش خیلی چیزا یاد گرفته، رفته اصلا براش کار کرده که بتونه یاد بگیره چجوری بیزینس ران کنه و کلا بفهمه که چطوری میتونه بیزینسمن بشه. خب توی این کتاب یه سری نکات خیلی کلیدی گفته شده که من حالا به چند تا از این نکته ها اشاره میکنم. اولیش اینه که میگه پولدارها برای پول کار نمیکنن. The rich don't work for the money. اوکی؟ یعنی عملاً توضیح میده که افرادی که پولدار میشن هدفشون این نیست که پول درارن. شما اگه دنبال پول بری تا ابد دنبال پول خواهید بود، هیچ وقت بهش نمیرسید. ولی داره توضیح میده که اگه شما بتونی بیزینسی داشته باشی و واقعاً بیزینس رو درست ران کنی، میتونی پولدار بشی و اگه بخوای بری دنبال یه کاری بگردی، کارمند بشی و عملاً اگه زمانتو معامله کنی با در واقع اون پولی که داری به دست میاری تا ابد باید همینطوری زمان بذاری تا بتونی یه پولی داری که این میشه زندگی در واقع کارمندی. من حالا نمیخوام بیام بگم مثلا این بده یا خوبه، من فقط دارم صرفا دارم چیزایی که رابرت کیوساکی میگه رو توضیح میدم و حالا نظر خودم هم واقعا هستش. یه نکته دیگه هم که در همین موضوع رابرت کیوساکی میگه که کسایی که در واقع برای پول کار میکنن ترس از این دارن که مثلا اون کارشون رو کویت کنن و بیان بیزنس خودشون رو داشته باشن و اون ترس هم به خاطر اینه که نمیدونن از کجا دیگه پول دارن، نمیدونن چجوری بیلشون و در واقع اون هزینه‌های زندگیشون و قسطشون و اینا رو پرداخت کنن و خیلی درگیر اینجور چیزان که حالا نظر خودم رو بخوای عملا شما تو هر استیجی باشید، هر
وقتی باشه واقعا فرق نداره. همیشه کویت کردن کار و وارد شدن به فضای بیزینسی یا آنترپرنری همیشه اون سختی رو داره. شما هر چقدر درآمد مثلا بیزینستون بالا بره بازم میخواید از کار کویت کنید، یه ذره سخته. واسه همین این زیاد چیزی نیستش که شما بتونید ازش در برید، فقط باید واقعا خودتون رو تو معرض اون شرایط قرار بدید و دیگه میگم اون ریسک رو بکنید که بتونید واقعا اون تغییرات رو ایجاد کنید تو زندگیتون با اون بیزینسی که حالا میخواید روش کار کنید که قرار راجبش توضیح بدید. موضوع دومی که رابرت کیوساکی ازش حرف میزنه راجع به سواد مالیه که میاد راجع به asset و liability صحبت میکنه که میشه همون سرمایه و بدهی، که میاد میگه که مثلا یه سری چیزا سرمایه ان، یه سری چیزا بدهی ان. بدهی مثلا چیه؟ اون چیزاییه که پول رو از تو جیبتون میبره بیرون، یعنی پول ازتون کم میشه. خب مثلا چی؟ مثلا قسط ماشین. یعنی ماشین حالا تو ایران یه ذره شرایطش فرق داره. ایران ماشین تقریبا یه جوری سرمایه‌گذاری بعضی وقتا حساب میشه، حالا بعضی وقتا هم خیلی میاد پایین، ولی حالا من نمیدونم شرایط ایران یه ذره همه چیز فرق داره، ولی کلا توی یه جامعه‌ای که در واقع سیستم مالیش یه ذره نرماله، ماشین عملاً لایبیلیتی حساب میشه، یعنی هر روز که میگذره هی پول از توی جیبتون کم میکنه. این به نوعی خود چیز بدی نیست، چون در ازاش ماشین یک سرویسه که شما در واقع سرویس حمل و نقل براتون که میتونه شما رو این ور اون ور ببره، استفاده کنه، زندگیتون رو راحت کنه، ولی از دید مالی لایبیلیتی حساب میشه، یعنی asset نیست، سرمایه براتون نیست. شما اینجا توی کانادا، آمریکا، حالا هر جا ماشین وقتی میخرید بعد یعنی در حد چند روز قیمتش افت میکنه، یعنی به واسطه خرید ماشین قیمت افت میکنه، به خاطر اینکه یه سرویس، فقط میدونید یه چیز خدماتیه. ولی در عوض ریال استیت، در واقع خونه، میتونه براتون در واقع asset باشه، یعنی یه سرمایه باشه. شما وقتی میایید سهام یک کمپانی رو میخرید، سهامدار میشید، عملاً سرمایه گذاری میکنید، اون سرمایه براتون خودش کار میکنه و پول شما رو بیشتر و بیشتر میکنه به واسطه اینکه شما توی یک بیزینس خوب، مثلا میگم اپل، آمازون، سرمایه گذاری کردید، در طول زمان اون کمپانی ارزشش بیشتر میشه و شما در واقع پول در میارید. یعنی به واسطه داشتن اون سهام که در واقع asset هست یا سرمایه هست، شما پولتون بیشتر میشه، پول میره تو جیبتون. در صورتی که وقتی مثلا یه ماشین داشته باشید یا یه چیزی که مثلا یه وامی داشته باشید، عملاً پول از جیبتون میره بیرون. این مسئله کلا میاد توضیح میده. این که خیلی مسئله مهمیه، شاید مثلا به نظر بیاد یه چیز ساده‌ایه، ولی واقعا وقتی شما میخواید حساب کتاب کنید برای زندگیتون، برای دخل و خرجتون، شما باید اینا رو بدونید، تفاوتش رو بدونید که مثلا میخواید برید یه دفعه یه ماشین خیلی گرون بخرید، به خودتون بیاید که اوکی این الان یه لایبیلیتیه که نمیخونه به حساب کتابای من. موضوع بعدی که رابرت کیوساکی ازش حرف میزنه بحث مالیاته. خیلی‌ها میخوان ازش درن، خیلی‌ها میخوان بپیچوننش، خیلی‌ها میخوان 1001 روش فرار از مالیات به صورت غیرقانونی و کلا انجام بدن که بتونن مالیات ندن. ولی عملاً روش درست مقابله با مالیات اینه که شما دشمنتون رو بشناسید. مالیات دشمن عملاً آدم هاست، ولی شما باید بشناسید. خب اگه دشمنتون رو بشناسید خیلی راحت میتونید باش تا کنید. توی یه چنین کانسپتی واقعا توی بحث مالیاتی هم درسته. حالا داستانش چیه؟ شما اگه یه کارمند باشید، مالیات چجوری بر علیهتونه؟ به این صورت که شما اون پولی که حالا به واسطه کاری که در ازای زمانتون دارید انجام میدید در میارید، اول ازش تکس کم میشه، بعد باقی موندهش میاد تو جیب شما، حالا شما باید خرجاتون رو بدید با اون. اوکی، این روش کارمندیه، یعنی اول پول در میارید، بعد تکس ازش گرفته میشه، بعد شما میتونید پول اسپند کنید، یعنی خرج کنید. ولی اگه شما بیزینس اونر باشید، یه بیزینس داشته باشید، شما اول اون پول در میارید، بعد میتونید خرجش کنید، در نهایت تکس میدید. به خاطر همین کسایی که بیزینس دارن خیلی راههای مختلفی رو میتونن داشته باشن برای اینکه تکسشون رو کم کنن، مالیات رو کم کنن، میتونن هزینه کلا رد کنن. حالا من اینجا حسابدار نیستم این چیزا رو بهتون بگم، بریم با حسابدارتون صحبت کنیم راجع به این مسائل تکنیکال، ولی این یه روش خیلی خوبیه که میشه عملاً تکس کمتر داد، مالیات کمتر داد، ولی در این حال همه چی هم قانونی پیش بره و اینا. من خیلی‌ها رو میبینم مثلا تو اینستاگرام اینو بهم مسیج میدن که مثلا تریدرن یا حالا اینوست میکنن، حالا چون من ترید میکنم خیلی از من تو این فضا میپرسن که میگن آقا چجوری میشه پیچون، چجوری میشه این کار؟ نمیشه. شما وقتی پول در میارید، میگم توی غرب واقعا نمیشه، این شما باید تکسش رو بدید. ولی حالا 1001 راه دیگه هست که شما میتونید
به روش‌های کاملا قانونی تکس رو کم کنید که این خیلی موضوع مهمیه. این دونستن مفهوم تکس و اینکه شما وقتی کارمندی چقدر از زمانتون رو دارید برای دولت عملاً کار میکنید، در که حالا بخواید موازش کنید با یه بیزینس داشتن، که شما عملاً با داشتن بیزینس و بیزینسی که داره ران میشه و درآمد داره، شما میتونید خیلی بیشتر پول ببرید توی جیبتون، تکس کمتری بدید. اوکی؟ بحث بعدی که رابرت کیوساکی ازش حرف میزنه بحث تولید کردن پول و سرمایه گذاری کردنه. راجع به این توضیح میده که خیلی ها کلا علاقه دارن برن پولشون رو بدن به یکی دیگه که اون براشون سرمایه گذاری کنه، حالا چه از طریق ETF یا Exchange Traded Fund هاست یا حالا میوچوال فاند هایی که اینجا هست و مثلا شما میرید پولتون رو میدید به یه دونه مثلا فاینانشال ادوایزر که اون براتون این کارا رو بکنه، پولی که شما درآوردید اون براتون منیج کنه. این توضیحاتی که رابرت کیوساکی میده عملاً میگه که خیلی از افراد ترجیح میدن به واسطه عدم دانشی که دارن راجع به بازارهای مالی بیان و حاضر باشن پولشون رو بدن یکی دیگه براشون منیج کنه، در صورتی که عملاً روش درست اینه که شما خودتون رو ادوکییت کنید، یاد بگیرید که این بازارها، حالا چه ریال استیت چه بازارهای مالی، واقعا فرقی نداره، چطوری کار میکنن و بتونید اونجا سرمایه گذاری کنید با دانش خودتون، نه اینکه پولتون رو بدید به یکی دیگه اونم کلی ازتون فی بگیره و در نهایت هم اولا شما مثلا هر چقدر سود میکنید کلیشو باید بدید اون کسی که داره پولتون رو منیج میکنه، آخرش هم یه پول حداقلی دستتون رو بگیره که شاید اصلا به ضرب زور اون اینفلیشن یا تورم رو بخواد بیت کنه. حالا این کانسپت ها بیزار طولانیه، من خیلی نمیخوام وارد دیتیلش بشم و جزئیاتش بشم، برید حتما ببینید و بخونید این کتاب ریشتر پورداد و واقعا پر از اطلاعات این کتاب کلا دیدگاهتون رو نسبت به کار و سرمایه گذاری و پول عوض میکنه. موضوع آخری هم که رابرت کیوساکی توضیح میده راجبش مخصوص کسایی که میخوان تازه کار رو شروع کنن، تازه گریجویت شدن، برای کسایی که حالا جوان‌ترن، که توضیح میگه که برای پول کار نکن، برای یادگیری کار کن، برای یه به دست آوردن یه مهارت کار کن، که خودش توضیح میده که بهتره برید برای یه کسی که واقعا اسکیل داره، واقعا تبحر داره، واقعا یه لیدر خیلی خوبیه، یه بیزینس خوبی داره، برید براش رایگان کار کنید، این خیلی بهتره تا اینکه برید توی بیزینسی که کلا علاقه ندارید بهش، یه ولیوی به شما عد نمیکنه، برید کار کنید یه پولی بگیرید. توضیح میده که در دراز مدت ارزشی که شما وقتی برید برای یک کسی که واقعا در واقع اسکیل داره و واقعا آدم بزرگیه، میگه اگه برید برای اون کار کنید به صورت رایگان، در دراز مدت اون برای شما پول بیشتر میاره براتون تا برید مثلا یه جای کار کنید که کلا هیچ دانشی به شما اضافه نمیکنه. اوکی؟ این کلیات حالا چیزایی بودش که رابرت کیوساکی میگه. قاعدتاً من نمیتونم بیام کل کتابو من اینجا توی چند دقیقه براتون توضیح بدم، ولی خواستم یه نکات مهمی که تو این کتاب گفته شده رو خیلی مختصر و مفید ترجیحاً توی تایم کمتر از 10 دقیقه براتون توضیح بدم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، یادم رفت بگم. مرسی، میبینمتون توی ویدیوی بعدی.